به نام خداوند بخشنده و بی‌نهایت مهربان. اما بعد، سلام و درود هموطنان عزیز. با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. امروز در شبکه‌های اجتماعی به همگان معلوم است که نسبت برادری من بازم 7 سال دیگر علاوه کردن. بازم چند نفر دیگر بر رخشان حکیموف اعتراض کردند. زنها خواستند که شکرانه حکیموف را آزاد بکنند. متاسفانه حکومت یگان پاسخ نمی‌دهد. جای نگران کنی است برادران عزیز. هر کس هر خیل قبول میکنند این واقعه ها را، نه که این چیز دردناکه، خیلی دردناکه. یک نفری که تنها آزادی میخواهد برای مردم میبرند 23 سال حکمش میکنند. پس آن بعد 8-9 سال پس با 7 سال دیگه علاوه میکنند. من متاسفانه نمیدونم، در رمضان من نمیخوام یگان چیزی بگم که کاری ثواب نکردم. نمیخوام که همین ثوابای بدگیم بروند. من پروست یک چیز میگم حکومتی ها. یک نفره که میبره حکومت تنقید میکنه، میگه نمی خیلی مثال میارم. من برادر من، همین برادر من گپاش همین بود. تاجیکستان سوید نداره، جای کار نداره، زمین ها قرض دارن، مهاجرت در درجه اعلا رسیده است. گیجای همیجا یگان دروغ و تهمت همین چیزا بود. یا که درباره مسجد ها گفت، مسجد ها بستن، تا 18 ساله مسجد روی ممکن نیست، سترا را سرای زنای مسلمان ها میگیره. مثال این همین کارو برای این همین قگب شما بردگی آدم 23 سال دادگی. من با دلش یک کمی توجه کردم. چند ماده 6 ماده قطعی اونا 6 ماده قطعی اونا گناهگار دونسته سودیان. تا جای من میدونم نفرهایی که زیدی رحمانوف گپ میزنن 307 این استاتیا است که بعضیا نمیدونم استاتیای محمد اقبالش میگن یا که استاتیای کبیری. کسانی که میبروین زیدی رحمانوف گپ میزنن 307 شون میزنن. 187 قسم 1 2، 189 قسم 2، 307 قسم 1، 307 قسم 2، 307 قسم 3. همه بنداش قطعی. من یک چیز نمیفهمم که این استاتیا چی ربط دارن در یک آدمی که تنها کمبودی حکومت میگه. پروست در سال 2014 تا 16 ساله یگان نفر 23 ساله بچه های گروه 24 گرفتگی نبود. و چند همه همین جوان ها و همه همین مخالفینه که بودن زیری گروه 24 رفتن. اینجا 3-4 حزب بود که 3-4 گروه بود که امروز متاسفانه نمیدونم گروه ها به حد خاموشن. جوان ها بود، آزادی و عدالت بود، بود یک چیز دیگه بود. همشون زیر گروه 24 رفتن. نه که همه همینا کسانی که همینا قپیدن بردن 24 گفته زندانشون کردن. شما شاهد هسته، در همین کانال یوتیوبی من هم هست که من خودم لیش سهراب ظفر سوال کردم که برادر من گروه 24 بود یا که نه. جوابش هست. ای حکومت شما گفتن پتوریجداد کردن مردم که همه آدم گروه 24 نبود، جوانان بود. برده 24 گفته محکمش کرده. با علاوه از این با 7 سال دیگر با اضافه کرده. شما که با این کارتون فکر میکنه که من ایره هم میگردم بس میکنم. نه والله من بس نمیکنم. من با چند مبارزه میبرم. من رحمان فچپا میکنم. شما به عمدی نه 24 شه نه نهزت. اونا آدمای اهلن،
намехоҳанд хеле ки хеле ки ман мехоҳам. шумо интизор боше рамазон бироя, ман просто намехоҳам оз ягон чиз бугум, ягон коре бикунам дар ин моҳи бузург. бесте иншааллоҳ тоқат бикунед, рамазон бироя баъд мебинем. просто ай худо битарсе ҳакиматиё. ман ба он судое ки суд мекунӣ ба оно кор надорам. шумо пага ман биём сари қудрат, бо ман барои шумо ҷаноби олиём, бо ман барои шумо пешвои миллатам. барое ки шумо ҳамихели мо ҳамин мардими тоҷик ҳамихелие. ҳаматон ҳамихелакие. ин ҳамин додситонот, ин ҳамин судҳово, ин ҳамин прокурорҳово, генералҳо, ман шумо ҷавоб мегӯм ки пага ман дар ҷои Раҳмонов биём, шумо бо ман пешвои миллат ё ки ҷаноби олӣ мегӯед. шумо на номусай дар шумо, на эмонай, на тавфиқай, ягон чиз дар шумо нест. шумо давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд рӯтона сиёҳ мекунед ки давлати Тоҷикистон демократия ё ки соҳиби истиқлолай. ягон чиз нест дар Тоҷикистон. пад Россия, ин ҳамин Россия бигаш ки бимир, Раҳмонов ҳам мемира. ҳамаи корҳоро Россия мекаша, нисбати Раҳмонов метия, мега ин ҳамин корҳоро мекунӣ. ҳамон корҳоро мекуна. шумо агар аҳамият додагӣ бошед, мардими тоҷик барои намоз хондан, бисёре одамо ай Тоҷикистон Русия мерафтан, баъд намозхон мешидану худошинос мешиданд. барои чӣ? барои ки дамо набоди фазои озод ки мардума дар намози ҷумъахонӣ даъват бикунанд, бифаҳмонанд, бигӯянд бародарони азиз, намоз хондан фарзай, рӯза гирифтан фарзай, сатр фарзай, хайру садақот кардан дар кор. ин чизора дар Тоҷикистон кӣ мегӯяд? дар Тоҷикистон ҳамин рӯзи ҷумъа, рӯзи ҷумъаи гузашта як бародар 1 соат галасавой рӯй кардагиай дар телеграм. дар намози ҷумъа танҳо Раҳмонов ана ҳамин модарҳотона ҳурмат бикунед. ин Раҳмонови очанаълат гуфти ин ҳамин бародар Муҳаммад Иқбол гури модараш дар бигира. ин одам падарои ин мардума кишт. имрӯз дора мардум фақат ҳамон як оча дора. ҳавая гӯш мекунад, дигар кишка надора ки гӯшаш бикунад. ино модаротона гӯш бикунед. бале, модаротона гӯш бикунед. ягон ман против нестам ки модаротона гӯш накунед. не ки ту бадбахт Раҳмонов оварди дар масҷид, дар минбари паёнбар имрӯз даҷҷолоро оварди шунонди. имрӯз доранд номи дар масҷид, вақте ки мо дарс мехондем мегуфтанд ки дар масҷид кадом нафаре ки медароя беғарзи зикри худоро намекуна ё ки ғайри зикри худо ягон кори дигар анҷом метиҳад дар масҷид, 40 сол намозаш дуруст нест. имрӯз дар масҷид ман намедонам, ғайбат дар масҷид танҳо ай Раҳмонов суҳбат меравад. налокои заминтона битиен, пеши хонаҳотона тоза кунен, наместаро бикунен. бача, масҷид ҷои шумо сиёсата мега ба дин аралаш накунед ку. гапи ҳукумата. барои чӣ агар меред дар дохилаи масҷид ҷое ки мусалмонҳо мераванд намоз мегузоранд, ҳамонҷа меред шумо пропагандатона мебаред. намемонед ки он мусалмонот озод суҳбат бикунанд. ин ҳукумат беҳад шумо номарде. шумо дониста бигиред ки ба илова кардани бародари ман 7 соли дигар ман қафошинӣ намекунам. ман гуфтам ку якум нафаре ки Аврупо мерава. ин кора шумо ҳамин хеле карда шуда ки ман бояд ин ҳамин пагаё имрӯз бирам. ба худо ман безорам аз Аврупо. да ман на паспорт иҷа дар кор, ягон чиз иҷа да ман дар кор нест. шумо чихел як нафаре ки мегум ку танҳо рост гуфтагия. шумо наворош аст дар молодёж возрождение Таҷикистон
дар фейсбук ам дар ютуб ам бидроед тамошо кунед. барои кадом гапҳо шумо бо доре 23 сол якм доде, баъди ин бо 7 сол дига изофа карде. ман намефаҳмам, одам накуштай, духтарои Раҳмонова кадомиша таҷовуз накардай, чӣ кор кардаги ҳами бародари ман? ҳамин қадр ки ай Рустами Эмомалӣ басавода ба ҳамин хотир. биёед дебат кунем, Рустам дар озодӣ, акай ман дар зиндон. биёед дебат бикунем ки Рустам баахле ё ки бародари ман кадомиш савод дора. биёед я далел биёре ки Рустами Эмомалӣ дар ҳамаи давлатҳои рӯи Аврупо рафт, Амрико рафт, хонд, дипломаш айги ҷой. ин бадбахт савод надора, омада имрӯз дар сари қудрата. гала ҳами диза биза инам халаги омадаган давлати моро идора доранд. мо мардуме ки басаводанд, метавонанд ягон кор карда барои ин миллат дар кунҷи зиндонанд. мутаассифона як кас садо баланд намекунад. ман дар як чи ҳайрон мешавам ки бародари ман қатъи ҳам як ида одамҳо буд. имрӯз ман надидам ҳамон одамо ягон реаксия. ман хафа нестам ки шумо ягон реаксия мекунед ё ки не. просто вақте ки як одама мебаранд 30 сол метиҳанд ё ки баъд изофааш мекунанд, як одам поддерживать намекунанд, ин ҳамона нишон метиҳад ки мо мухолифин 1000 соли дига дар Аврупо местем, бидагиёмона 50 соли дига тирма мекунанд, мо худомон ҳамиҷа мемирем, Раҳмонов властвовать кардан мегирад, ягон кас ягон кор намекунад, ҳамихе мемирем мерем. бародар меген, намедонам бародар бисмилла меген, не ки да я лайк мондан, я комент, я фикр рихта навистан, я падилит кардан аку шумо лоиқ надонистед. гаптон надорам ба ҳамон нафарое ки дар бартон буд бародари ман. имрӯз хомӯше. валлоҳи қасамай, ман ин минбар даҳани рӯзадор, ҳавзи рӯза ман шукр дидам алҳамдулилло. даҳаи моҳи шарифи рамазон ман шумо да гаранти метиҳам, рӯзи соат шумоя шуморо ҳами Аврупо мебарам. ана учен баъд ман рақси лизгинка мерам ки шуморо бурдам. бояд итар набоша. чӣ ба садо баланд намекунед? я бародаре ки қатъитон ба шумо медоне ки бародари ман дар ягон хориҷа хондагӣ нестай, дар Тоҷикистон хондагӣ. агар боихе биге иттиҳомаш бикуне ки дар Покистон хондай, дар Эрон хондай, не, дар Тоҷикистон хондагӣ. ҷазираи имрӯза, мадрасаи исломии Тоҷикистон. имрӯз мехезанд бисёриҳо бо лоф мезананд. ман ҳайрони зор мемонам. мо мардум то вақте бародарӣ набоша байни мо, то вақте мо якҷоя набошем, то дар якҷоягӣ ягон кор накунем, дига айди симои чӣ намеояд. ман ҷавоб метиҳам ки ман омодаам бирам Тоҷикистон ягон кор бикунам. не ки бо ман медонам ки ҳамҷа 80% инаи мухолифо ку бо шумо номарде, фаҳмиде? ин чизам кадимед мефаҳмӣ ку гӯш мекунӣ, навори ман тамошо мекунӣ, ин мина барои ту. шумо 80% то номарде. ман мехезам мерам ягон кор мекунам, шумо мана маҳкум мекунед. барое ки Аврупо ҷои гармай, шумо дар инҷа нормал зиндагӣ доред. ман намехостам имрӯз барнома бикунам. не ки барои ин ҳамин коре ки бародари маро мебаранд, бо 7 соли дига изофа мекунанд, ман мебинам ки 4 нафар мебура ё комент мекунад ё ки ҳамдардӣ мекунад ба ман. ӯ одамое ки дар бараш буданд, мутаассифона як одамаш ба ман занг назад бе ғарзи Убайдулло. ман медонам ки шумо номарде. валлоҳи қасам номарде. ман мебурам мерам дар Тоҷикистон ягон кор мекунам, Раҳмонова занша шу метиҳам, ман Раҳмонова сарнагун мекунам, валлоҳи қасамай. шуморо намемонам ки дар Тоҷикистон бидроед. валлоҳи қасамай ҳамон одамое ки дар бари бародари ман буде, имрӯз поддерживать надоре, лично мана блок кардагие ку, валлоҳи қасамай агар потон дар Тоҷикистон бидрояд, ай Раҳмонов бад ту накардам рум сиё.
چخه یک نفره که قطعی شما بود ای بسم الله تو اعوذ بالله تو نقطی تو بود امروز شما یک بار نمیبروی همدردی نمیکنی یا که یک پست نمیکنی یا دهن گپ نزده در جای برادری شما من میگم که شما نامرده والله قسم من میرم یگان کار میکنم شما در همین اروپا با میبروی من محکوم میکنه میگه که همین آدم نمیدونم افراطی بود یا که نمسترایی بود رفت کار شکر ای بچه بیا یگان کار بکنیم بردن همین آدمای با عقلای ما را بردن زندان کردن والله قسم در درنی زندان ای کبیری زورش هسته ولی ما کبیری از زور میگیم والله ای کبیری زور در درنی زندان هسته بیا یک کار بکنیم مردم از زندان آزاد بکنیم یگان کار نمیکنه اکستریمیست هست تروریست هست همه چیز میگه رحمانوف نسبت همه مخالفین میگه ما یگان کار نکردیم ای بچه خیلی یگان کار بکنه بعضیاش میبره من در ایموتسیا من در نمیسترم من 10 سالش در ایموتسیا شما اگر یک روز یک بار ایموتسیا پیدا کنی من 8-10 سالش ایموتسیا دارم که ما یک عمر کار کردگی یک برادرمونه خوروندگی هم که همین انسان بخونه و یگان کار بکنه یک آدمی که واقعا باسواد بود برادری من میتونست یگان کار بکنه نه که امروز آوردن حکمت بردن زندان کردن شما من گپ ندارم همین خیلی رفتم بگیره من سلام دون میتونم من 80% مخالفین میگم که شما نامردین من در این گپم جواب میگم که شما نامردین شما انتظار باشه همین اروپا ده من میرم رحمان و چپا میکنم بعد سلام تون میتونم شما شوخی نفهمه که من نمیکنم یگان کار نه که من اگر برم بایم بتیم من میرم کار میکنم من میدونم که شما در همین اروپا با نسبت من این همین نوارها با شاهد این همین نوارها با شاهد با میمونن که من دعوتتون کردم که بیای یک کار بکنیم یک جایه بشیم یک کاری بکنیم من دعوتتون کردگیم مخالفو همه تا من دعوت کردگیم که بیای در برنامه من اشتراک بکنید بیای یک سری هم میز بشینیم بیای یک کاری بکنیم که بریم رحمان و چپا بکنیم به هر یک کدوم در علاهده‌ای صحبت کردگیم با کدومیت که صحبت کردن نتونستم به همون اعضای گروه تا یا که چریزگان شناست من همین گپا رسوندگیم به همه تا رسوندم والله قسم اگه نوم یاد چنه میگیرم آدم‌ها خواهد برای من واژی تیلنیان دیگرش یا وقت نداریم یا که ای بچه شما وقت نداره 10 دقیقه برو قطعی من سوال جواب که در افیر نه در واتساپ قطعی من یا در تلگرام شما 10 دقیقه وقت صرف نمیکنه برای یک برادر مخالف که یگان کار برنامه داره میخواه یک کار بکنه شما اونا گوش نمیکنه بعد چه دعوا میکنه که امروز این همین مخالفایی که همه قطعی ما نمیای نمیشه اگر شما واقعا مردم می اومده در اروپا صاحبی میکرده کدومت که یک قدم پیش شما اگه بده می اومده میگفته که برادر عزیز اومدی زیدی رحمانوفی تمام این همجا در بری ما بیست تغورید میکنیم همش 100% این همجا قطعی ما شب و شب بینیم زیدی رحمانوف اگر همه گپ شما میگفته وقتی اومدن من نه نیاز به درخشان تیوی داشتم نه به درخش حق میرفتم قید شما میزدن کلاپو زیدی رحمانوف نه دعوت کرده من خودم ضیاوید کردگیم که من اعضای گروه قبول بکنه نکرده یا که در همون حزب ها با من چقدر بپیوندم به شما همین خیلی من 10 ها بچه ها زیادم 10 ها و 100 ها در اروپا در یگان حزب حرکت نیستم خود چون سمستیت این کار کرده سوجان
شما بعد میگه که ما میریم انقلاب میکنیم یا که یگان کار میکنیم. والله قسم ای همین آدمایی که در همین اروپا، همین آدمایی که میخوان یگان کار بکنن اینو نمینن. مردم تاجیکستان والله قسم ای این آدما نمینن. مردم داخل فقط میتونه این کارا بکنه، دیگه یگان کس. اینجا در بسیار گپای پروست من نمیخوام، من در ایموشن نمیخوام اون یگان چیز دیگه زیادتر بگم که بعد پگه بیان ای قرطقی من بقپن که تو باید همین سخنت بخشش بپرسی. من دیگه بخشش ای پدرم نمیپرسم. تمام بخشش گویی وقتش تمام شدگیه. دیگه مردک شوه کدبین مبارزه میبره، بیای در میدان مبارزه بیای یک کار بکنیم، بریم یگان کار بکنیم. نمیکنه. همه رو شو در یگان کانال برو بگو که من استعفا دادگیم، من کار ندارم، کسی چی کار میکنه برای بکنه. بعد با مردک بشین که وقتی که من یگان کار میکنم شما من در اینجا با محکوم نکنی. پروست علموارش در چیه ده؟ ما وقت جدا میکنیم برای همین مردم، میخوایم که یگان کار بکنیم، مخالفین دعوت میکنیم، میگیم برادرای عزیز بیاید در برنامه ما اشتراک بکنید. اگر نمیخواهید در برنامه من اشتراک کردن، خب در واتساپی و در تلگرامی یک صحبت بکنیم. نه، باز هم میگم که شما اگر 10 دقیقه 15 دقیقه، من نمیگم یک ساعت بیاد در برنامه من بیست، 10 دقیقه وقتی که شما نمیخواهی منین یک نفر را بفهمه، پس اون گیجا شما دعوای مردم بیای ما شما را کمک میکنیم. مردم به صاحب موندگی در اروپا، به صاحب یگان نفر کمک شما نمیکنه. بیای با چهره بروی، با چهره برمدن مردم در خولیان، در زلیلیان. نه برادرای، نه برادر عبدالله ریشکی، نه من در گلاون یوتیوب موندگیشون همین هم سالی که من هم با چهره برمدگی بودم، همین برادرم همون چین برمدگی بود. حاضی در زندان 3-4 تا فرزند داره. بیاره یک نفر که به همه آدم کمک کردگی باشه. همین مخالفین بیاره. نیسته خیلی چیز. یگان کس در فکر یگان نفر نیسته. من در چه حیران میمونم که ما باید در خوبی مردم باشیم. باید ما کاری بکنیم که به مردم نیکی بیاریم. باید ما کاری بکنیم که آسانی به مردم بیاریم. نه که متاسفانه امروز اومدن در میدان سیاست پال کلیدباد کردن همه را. من در چه حیران میمونم ده به خدا سیستم همین مبارزه را دیگه کردن در کره. این طرزی مبارزه نیست. این کار یک بلاگر، کار یک ژورنالیست، کار یک تحلیلگر. پروست من نمیتونم که مردم تاجیک من چخه بیدار بکنم. من نمیفهمم. من همون کار میکنم که شما بیدار بشین. ای مردم، رحمانوف سرزمین فروغ، رحمانوف داره سوید نمیتیه، رحمانوف زندانیو را باز زندان میکنه. یک زنکی که رخشانه حکیم و 2 تا فرزند داره، تو بدبخت رحمانوف تو میتونستی که دمشنی ارستش بکنی. نه که این کار ژورنالیست که بفهمه که نفوذ چین در تاجیکستان چنقه برای همین کارت بردی 7 سال یا 8 سال داری زندانش میکنی. رحمانوف تا انیق من تماشا داری. انیق یگان نفر میگه که هم یک بچه همجا به نام عبدالخلیل واصف برنامه کرده شده، همجا زیدی تا گپ زده شده. والله قسم دروغ نمیگم. اینه پشته که بعدی تو میایه کو من قصاص میگیرم. من نه او سود میگیرم، نه ای پرکرار میگیرم، نه ای ملیتسا میگیرم. ای یگان کس نه ای اولادی تو فقط.
برای که اونا پچینیان یا پگه منم بیام با میگم که این همین طبقه هم خیلی میکنم. تو نخواه بدبخت نباشی. ایترم رحمان فهمو اکی من بسوادای هر دتا عقلات نه ترازو بیا بمونم عقلی برادری منه. شما گوه ایدنگره آوردن توش چی کاستوم نداشته بدبختو، نه سواد داشته نه پشاک داشته، تای موزه لایخلی اومدی سری قدرت بدبخت. امروز میخزی مردم میخزاردو میگه پلاکاتاتو ندیدگی 10 سال پیش چخه بده؟ تو خودت کی بودی؟ یک گدا بودی یا که اگه دیگه تا برو مدید اوجا نمیدونم در طویل داره بود اگه بود عذر زیاد صورت مادر تبریک توفت کردن. بعد گفتی که همین مادرم بود که من رفتم خوندم، گفت که همه کار را میکنم، ای پدرش یک بعد دعا بگی برات بخون، دعاش بته برا بخونه. رحمانوفی بدبخت پته او چین با دعا هم خوندش میشید سال پیش. حاجی تمنا بگو که در تاجیکستان یگان جا هسته که با دعا مردم را هم بخونم. امروز من چند تا جیانم میخونن در تاجیکستان 18 تا 25 هزار دلار را از خود دارن. دختری ده اینم دختری ده 18 تا 25 هزار دلار امروز در تاجیکستان را از خود داره. یک آدم 7 سال میخونه بعد تیار میکنه با روسیه میاد کار نمیوه کار کنه تاجیکستان با سوادای خودشون. او آدمایی که سواد ندارن او آدما میرن نمیدونم کار میکنن. آدمایی که واقعا خیرورگن شکسته بندن همه خیلی چیزا هستن میرن در روسیه اوزی کار کرده سودیان. به همین خاطر تو یک جای هوی نکردی که به دعا مردم بخونن. آدم پرشتی یک گپ میگه باید فکرش بکنه که من همین گپ میگم پگه چی گپ میشه. به دعا حاجی یگان کس یگان کار بد نمیکنه. باید دوری سیوز بود مردم کمی خدا ترس بودن به دعا یگان کار میکردن. حاجی مسلمان هم دوز در تاجیکستان دست سینه میزنن که 90 چند درصد مسلمان در تاجیکستان. برادر عزیزی امور دروغه. اگر ما 90 چند درصد مسلمان نشیدیم این قدین ما تحقیر کرد، این خواهر مادر ما تحقیر کرد، این مسجدای ما همه قشلاقا ده همه ناحیه‌ها ده یه مسجد دو مسجد هویت تمام دیگه همه مسجدها رو محکم کرد صدا بلند نکرده. значит این دلالت ایمون میکنه که در تاجیکستان 97 درصد مسلمان نه 3 درصد مسلمانه. اگر ما 97 درصد مسلمان میشدیم زنی رحمانوف شو میدادیم. جو که رحمانوف میبره مورد در هر جا میبره اکستریمیست یا که تروریست یا که هر چیز نون میگه. به خدا قسم رحمانوف ما مردم تاجیک در فرهنگ ما اکستریمیست تروریست خیلی چیز نیست. ما اگر اکستریمیست میبودیم ما اگر تروریست میبودیم 10 بار زنی ترا شو دادگی بودیم ترخت 10 بار دیگه چنگرک موندگی بودیم. ما این خیلی چیز نیست. ما گفته است که به خوبی به همین دموکراتی که خودت میگوی بدبخت به همین قانون بره تو فرسوده شدگی تو باید بره تمام تو کارنوشویمی نمیتونم با کدام لهجه را بگم که تو میفهمی که تو ای کار برآمدگی تو به مثل نوکیا بیلین امروز دارن مردم استفاده نمیبرن دیگه. تو به مثل نوکیا بیلینی برادران گرامی قدر خواهش میکنیم همتون که کسانی که ما را دارن تماشا میکنن برادران عزیز لایکاتون رو بمونین با ما بپیوندین. برادران عزیز سلکه در زیر نوارم گذاشته شده است، هم در فیسبوک است هم در
یوتیوب در کامنت ها گذاشتگیم، میتونید که اونجا پیدا بکنید سیلکه. کسانی که میخواد فکر نظرش بگه درباره رخشانه حکیمова و درباره برادر من، مرحمت روی فکر نظرهاتون بگید. من ای حکومتی‌ها طلب میکنم که مردک بشین، بروین یک علاقه بکنیم، یک هماهنگی بکنیم، یک صحبت بکنیم. ما باید در چهره تاجیک اکستریمیست تروریست نبینیم. کسانی که در حکومت کار میکنه، من شما را بد نمیگم. اینجا تنها یک مشکلی من دارم با رحمانوف. والله قسم نه با اس یتیموف دارم، نه با دیگر. با یگان تا خصومت ندارم. من با رحمانوف هم خصومت ندارم. والله همین دوستاش به تکان سیاست برای کارش ندارم. در یگان جونم شانه میگیرم. میگم مردک بوده با گپ کرد برمد برفت. نکی رحمانوف شعارش همینه که با خون آمده با خون تیپا میرفته، با خون آمدی با کونت میره. تماشا که همه آدمی که ترا چپا میکنه و آدم منم. تو به عمد حزب حرکتایی که در اروپا به عمد اینو نشه، اینو اگر به عمد اینا باشی 100 سال دیگه میتونی که حکومت کنی، یگان مشکلی نداری. نکی تماشا که تو بدبخت بجایی که مردم در زندان هم باید حکمشون کم کرده شود یا که در عفو و جواب بتی، باز هم میگیری ایلاوه میکنی. یا که مثال زنها و کودکای همه آدمایی که در زندان هم در جای کمک پلیاتون یا که یگان بگیم که خانه جدا کردگی باشین به اونها، یا که یک جای کار برای اونها مهیا کردگی باشین که اونها برای کار بکنن زندگیشون پیش برن. در جای همین خلکی چیزاتون نه حکومت کمک میکنه اگر در یگان مشکلی بزنی، نه این مخالفانی که امروز دارن در سینه میزنن میگن که بیای قطعی ما یگان کار بکنیم مردم کو. نه مردم، من یک چیتون میگم، کسی اگر میخواه یگان کار بکنه والله قسم من آماده هم یکم در میدان بدرم بعد شما بخیزه. این خیلی نه که شما بخیزه بعد من میام. نه یکم من میام در پیش تمانی میگم رحمانوف استعفا گم شاید دولت برو برن بعد شما بخیزه. آماده هسته در همین چیز. در همین چیز شما آماده هسته که یعنی من یکم برم بعد شما ملت تاجیک بخیزه که همین رحمانوف سرنگون بکنیم. ما پروست نمیخواهیم یگان یک نظام مثال در سیاست همین تاجیکی من نمیخواهم که مثال یک کشتار باشه. برای چی؟ اگر اگر من رحمانوف یگان کارش میکنه میکشمشه بالاخره همیخه میدونه که شما در سیاست تاجیک میتونن که بمب فرد و منم بکشن. به همین خاطر ما این کار رها نمیبینیم. باید در نزد قانون جواب بدی. اگر گناهگاره 100% که رحمانوف گناهگاره نه که همون لوبوی پرزیدنتی که میشوه باید در نزد قانون جواب بدی. اگر خیانت کرد میره جزا میده، اگر خیانت نکرده باشه میره پنسیه خوب میگیره، باقی مانده عمرش خوب زندگی میکنه. خب اینجا یک نفر به نام سردار. سلام علیکم. الو سلام علیکم آقا جان. سوز خوبی سلامتی خوبه آقا. و علیکم السلام. درسته. امیدوارم خوب است آقا جان. بله الحمدلله بفرمایید. آقا جان گپ راستش چند تا سوال بودم و برنامه‌تون اول تماشا نکردم و میخواستم شما بفهمم که درباره مسئله درباره چی می‌رود آقا جان. مسئله درباره عبدالرحیم وصیف و رخشانه حکیمova.
چندها زنکا برآمدن اعتراض کردن که هم زنکا هویش بکنه 100 چند نفر با امضاشون. بگم عبدالرحیم وصیف روزای نزدیک چند خپش گرفتن با 7 سال دیگه 23 سال رسیدگی بودن، سال 2016 17 با 7 سال دیگه اضافه کردن در همین باره بود. با پدر یو چایو نالا میگه در باره او اپاشکایی که ژورنالیست که مواد کردم و شنویدم میگه با دیگری روزگار پروسش نمیدونستم نمیفهمیدم. بعد همین یک چیز دیگه اکرام از اون که بسیاری‌ها مرگ امامعلی را میخواهند، همین را میخواستیم بگیم بیان کدومی که تماشا کردید از کدومی که مثل آدیتوریا شما را برادر عزیز نگاه کردم ما مردم تاجیک یگان تموکو همین خیلی کشنده نیستیم. ما اگر کشنده میشیدیم واقعا هم به خدا قسم خیلی رحمان فت 10 بار علش کردیم. ما خیلی دل گرده نداره این ملت تاجیک یک کسا بکشه. والله شما من قسم میخورم که این مردم تاجیک همه خیلی ریخ شیدگی که این همین سالی 80 ایسونش همش ریخن. ولی برادر محمد اقبال در چند جاش میگه که این مردم مرخ کردگه راست میگه. به خدا قسم تنشنا بچه همین 80 اوس بودن مردم، همین بچه های بودن سال پیش اومدن رحمان رفت چارزان زده پیش پاشو گریف اوور چو سول قدشون آدم وارد استفاده شو برد یکم بعد گریف اکستریمیستی و تروریستی شون گفت. به خدا ما مردم تاجیک این گرده را نداریم ولی میبرن در سینه میزنن ای براتن ما اومدیم لبوی کار کنیم. نه برادر عزیز من شما را تنها دعوت کردم که یک نوحیه یک نفر بیاید یک کار بکنه در همین انتخابات. به خدا چند نفر خست دیگه هوای قطعی خاموش. این تقطی ما نمیتونیم یگان کار کرده. این تقطی ما در اینجا گپ میزنیم زندانیامون یا که در همونجا میمرن یا که سوالشون دباویت کردن میگیرن. این آدمایی که در اروپا اینا در اینجا نه اولی خونه و در ماشین نمیدونم دیم سیم هفتم زن گرفتن سر کردگیان اینا نیتی رفتن ندارن. کدوم میخواه یگان کار بکنه اینا من گفتم که والله قسمه در ماهی بزرگم دروغ نمیگم یکم من میام بعد این ملت بخیزه. شما آماده که خیزیم رحمان فت بریم در کرپیش بمونیم او پلای دزدگیش بیاریم 500 تومانی گولکای مردم بتیم. شما آماده بیای به خدا دستگیری بکنه. من آماده ام به خدا فردا میخیزم میرم. نه که امروز متاسفانه نه مردم داخل تیاره نه مخالفین تیاره. این مخالفین ما امروز نمیدونم نمیبرن در برنامه قضیه صحبت میکنن در برنامه نه تلفنشون میکنید تلفن تا نمیگیرن. بچه قضیه این مردم تو میتونی یگان کار بکنی. اکا جانیم در شما سطح همی ما چند بار شد میگم که ما خیلی شد قطعی همه مخالفی ها قطعی گپ میزنم بسیار تا قطعی که محمد اقبال و سلمان خلیفه همین یک سوال میگم بتم آیا دو نبرویا همی چی کم بود یا چی پرابلما چیه که مثال то есть мақсад яка неки як ҷоя нестанд мухолифона ба назар дорам. мақсад яка неки як ҷо нестанд. برادر عزیز یه دقیقه که کاو یا که زخ یا که کاو یا که زخ تولد کرد یا که زخ کاو تولد کرد بعد این مخالفین ایمو یک جا میشوه. غیر این صورت هیچ انتظار هم نباشه. من همین خشم فهمیدم که هر یک کدومش خصومت شخصی دارن. یک نفر را بد میبینه میخیزن نمیدونم بخشون هم خلکی برآوردگیان. برادر عزیز پرابلم رحمان فای پرابلم یگان کسی دیگه نیست. یا خیزیم بریم رحمان فای طرفه کنیم همه مردمی میخواه همین خلاص. یا میریم من حزب میمونم یا کسی دیگه میمونه نامزدیشه آدمایی که در تاجیکستان اونا میمونن بعد مردم انتخاب کنه کسی یکی باشه.
یا که شما با همین یک رژیم دیکتاتوری دیگه با میخواد اگر بسازه خیلی خبر بکنید ما تصمیم اونها بگیریم. متاسفانه خیلی همین خیلی چیکار بکنیم. راست میگوی اکرم جان. یک اکرم از یک چیز دیگه گفتم بگم تو من نمیدونم مشکلی در چیه که در یوتیوب صحبت ها تون به حد خوبه به یگان چیه نه که در استریم بسیاری با چسبیدیسی نکجان. من اینترنت من نمیدونم که بهترین اینترنت های اروپا قریب 200 یورو میتیم برای اینترنتم. این نمیشه بیتای که ما یگان وای باشه پرابلم باشه. اگر بچه‌ها اگر من تماشا داره کسانی که میبینه برادرای عزیز بنویسه که امیجا من واقعا میچسبم گپای منم نمیفهمی همه صد است. اکرم از اون من پریزم اهوی کردم ساسی دوازد بخشی کلان یا عجی موزه انا خب بزرگ اکرم نه هو بسیار سخنان خوب گفتی اکرم از همان دل درست میگوی نه که حل مسئله در چی میبینی خود امیر اکرم؟ حل مسئله فقط من امیدم برای مردم تاجیکستان غیر این صورت این مردمی که در اروپا والله یک کپلی امید ندارم این انسان ها این انسان ها من یک کپلی امید ندارم که این مردم یگان کار میکنن. من تنها نداشتم در مردم داخله یا که این مهاجرایی که در روسیه هستند. برادرای عزیز تا که شما همین عذاب میکشه شما میتونه که زندگی همین کارهایی که امروز در روسیه داره همین کارها در تاجیکستان ما ارگانیزوات میکنیم که شما در تاجیکستان کار بکنید هم وطن خودمون آباد بشه هم معاش خوب بگیره هم در پیش پدر مادرت هم در پیش زن فرزندت پتن نتی شکنجه نشه از پلیسی روس. اگر همین چیزا میخوای برادر عزیز بیای والله دستگیری بکنی بیای رحمان فیا کار بکنی غیر این صورت کو با خدا در همین اروپا مردم به صاحبم برده سودیانشون اروپا هم های کرده سوده آدمای به دکومنت یا آدمی که 3-4 تا نروشنی کردگی دپورتشون کرده هر هفته 4-5 آدمی که من میشناسم ای میون که من همینجا زندگی میکنم همین ایرپورت سوار میکنن روی میکنن 4-5 نفر نمیدونم من تقدیر اونها در تاجیکستان چی میشوه اونا من نمیدونم. همین مردم های کرده سودیان اوخی میدونم نه فقط از خودی باید مسرجم بشیم مردم. من خواهش میکنم دا مردمی که در روسیه هسته مردمی که در تاجیکستان هسته بخدا کو به عمدی مردمی که در اروپا اومدگیان به عمدی اینو نکنه والله قسم اگر به عمدی اینو کنه در ذلت هم خمیمونی والله در ذلت میمونی. بیا یک کار بکنیم اینا من شما را میگم گارانتی تون میتیم که یکم آدمی که مدرویا در تاجیکستان من جوش نمیگم که یکم گیجوی تاجیکستان میدرم من میدرم همه ویدیو میکنم با میگم که مردم اینا من اومدم اینجا تاجیکستانه با اینا آدما رو میگم که همینجا تاجیکستانه یا که نه شما یکم ببینه که من در تاجیکستانم بعد شما آماده که بخزیم همین رحمان و سرنگون بکنیم. اینا من آماده ام که اصلا دروغ نمیگم این همین 72 ساعت من در تاجیکستان میشم 72 ساعت ببینیم تو بهترین با خدا ما چند بار فداکار الماس میبینم وقتا بسیار تماشا میکنم بسیار گپاتام شنویدگیم وعده‌های چسنی دادگی یکا یکم بار خاطی دیش نبرامده صحبت کردم همین گپاتی یک بار نه 10 بار نه چند بار گفتگی که مردم ما نبوین اکلا یگون تا خاطی ما بشین درباره ما بشین ما از یک چیزم خویسا میکنم همین استوریای لیدر سوریا را ما تماشا کردم و گوش کردم ما باوری ندارم که دروغ باشه میگه که ما 5 وقتی که ما ای محبوس برآمدم ای عراق میگم ما در سوریا میگه 5 نفر برآمدیم اولی که ما قدممون در سوریا موندیم و 5 نفر بودیم و به ابروجا درآمدیم یکی نگاه کن اون مادر سوریا را گرفت
ما در سوریه را گرفت. ما نمیگیم که سوریه آوازی در رسانه ها بسیار همین در لینت های یوتیوب و بعض چیزا در بسیار پلاوید کرده است. یک کاروکی ویدیو یک توجیکی افغانستانی که میگه که من تاجیکستانم من میگیرم، مثال میگه که من در همین خروج میگیرم است اصلا این خیلی او خیلی آیا طرف بگیم خوبه که همین لعنتی همین اوق پدر مادر به خطا رفته از سر قدرت براوه نه که آیا طرف دیگه بهاد عبید نمیشه برای مردم توجیک که ای دیگه دولت اومدن گرفتن خود توجیک هم نه که پروسه یک مبارزه که مثل مبارزه اون بردن پروسه نول میشود مردم خسته نشوند. بله روز همه گماکه مردک بوری این گرن یابید نمیشه. راست میگوی این مهنت هایی که مردم 10-12 سالشی دارن میبرن زیدی رحمانوف به خود و قسم این نالای ای بچه بیای در ترازو بمونه همین مردمی که در همین اروپا هم بیان عملاشون در ترازو بمونن چین بکنن که ای خوبی شونده فایده او که زلال بیشتر در این ملت رسیدگیه باید ما یک کار بکنیم ای بچه همه گناه در سری ما دوران میزنن مول پشه را کش نگفتیم او آدمایی که رفتن زندان شدن تنها حق گفتن رفتن زندان شدن نه تجاوز کردن نه نارکوتیک فروختن نه سرزمین تاجیکستان فروختن نه بودجه دولت دزدیدن یگان کار کردم این آدمایی که من در صورت موندگیم در گلاون یوتیوب باور کنید شما همین انسان ها پشه را کشتگی نیستن نه که حق که میگفتن بردن زندانشون کردن یک تشین سورو برادر گرفتن بردن 30 سال کرمش کردن 30 سال کیف کنه 30 سال نه اروژه داشت یگان چی نداشت نه حق یک کس خود است نه یک کس تجاوز کرده است نه یگان کساک زمین فروخته است نه در ملت خیانت کرده است. ای مردم یقین بدونین کسی که تماشا دارین آواز لیچ نامه را میشنوه یقین بدونین که همون مردمی که در همون جا زندانن همش بگناهن و همون به امید ما و شما هم یعنی همون به امید ما و شما هم کدامی که مردگی هم کدامی را که قتل کردگی هم والله بالله قسم میخورم من پرستاوی کردن نمیتونم که در روز قیامت ما چه خیلی روی او را نگاه میکنیم و اگر یگان کسی دیگه بیاید این دجال این عاقب پدر مادر به خطا رفته را اگر از سر قدرت دور بکنه و در سر قدرت خودش بشود شما او میبرویم پلوبامو نکی چه خیلی روی او را نگاه میکنیم کسایی که ای پشت همه ما بیستوپت کردن همه او با همه دیمان دلیل امومالی را بگو بلد یک ژورنالیستی که بلد مرچه را حضور نمیدود پشه را پیش نمیگو بیچاره 3 کودکش یتیم مونده 10 سال نذاشته بردن ترمش کردن زنی او در بدر کودکی او در بدر ای بانومی الله کو در خیلی بیان همین مردم برادر عزیز نگاه کرد این همین آدمایی که در زندان هم بیان یک آدم و یکی ما کمک کردگیم فلان آدمو را دروغ میگن یگان آدم یگان کسی اردم کردگی نیسته تا جای من میدونم اگر کدمش کردگی باشه او چیزا من نکی چی نمیگم یکی تا جای من میدونم نه خونگیاشون اردم کردگی همین آدمایی که در همین خیلی مصیبت ها افتادگیان نه زندان ها در زندان کو بیاره یک آدم کی بگه که من کمک کردگیم دروغ میگم درست دارن مردم سرش گرنگ میکنن خلاص یگان چیز دیگر نیست برای خبرم که مردم تاجیک کدمت که میخواه واقعا زندگی خوب در تاجیکستان داشته باشه بیای برادرای عزیز یک جایه بشم یک کار بکنیم والله به عمد مردم اروپا نشه که همه خیلی عذاب میکشه میره من چند بار میگم دشه اگر به عمد منم باشه به عمد منم نباشه خودتون یگان کار بکنی بیای مردم ما خودمون بکنیم به خدا ولی تماشا کنی همه خیلی رفتن میگیره یک نفر میبرویا قطعه خوجه خارجی میره میزنه میگیره رحمانوفا
به خدا قسم ای رحمانوف بد میکنم. به همین خاطر هدف ما مردمی کردن دولت است. یگان چیز دیگه نه. باید ما زویسیمی نباشیم. یکم کاری که باید بشه دست یکم دیویزیت تا بگی بره. دمو در کار نیسته. ما خودمون سرزمین خودمون چی نگاه کردن نمیتونیم که ما ایت کمک میپرسیم ای روسیه یا که ای خیتو یا اونجا دیگه. ما چی یگان پرابلم داریم با خیتو افغانستان. ما یگان مشکلی نداریم اینو. اکرم از جان شخص جانم امیر مردم یقین بدونن که رحمان دیگه در یگان جو پشتیبون نداره. این مردم نداره. همه دولت در رو گردوندگیه. اوزی در سایتوی راسیستی پول خود با زبانی ارسی نمخیل دیکتاتوری نمره یک با خدا در نوستی و اعلان شده است. من همی با نام خدا قسم میخورم که اول من فقط همی یگان автоблог تماشا میکردم یگان خیلی تکنولوژی تماشا اوزی من 24 ساعت فقط همی چی تماشا کردم که کی درباره همون چی چیزا میگه چی گپای خو مثال باشین در روی دنیا اوخه بغیر یگان گپی که مثال پروتیف همون یگان گپی خوب نیست. ما اوچام یکی نگاه کردم ما اویلام فامیلادور در بانیسان خب مرا اون روز ملیسا خبیدن هفته گذشته نمروز جمعه برومده ولی 15,000 دادم سگورا که مثال خلاص کردم خدمت برومم برای که جای تصمیم دیگر در جای کار موندگی بود. اوچام اگر نو بود همه پارتو بخیر بیو اوچام میگم ما در اونجا نفرت دارم در همون تاجیکستان میگم نفرت دارم میگه چی نفرت داری تو میگه ورودی رفت خدمت کردی تو ورودی ایتا کردی اوتا کردی تو موچا بسیار گپا هست که تو نمیدونی میگه چی گپ میگم که من 45 روز میگم در مورخ جنگ کردم وقتی که یک سالا بودم وقتی که خدمت مردم موبیلیگا موندگی ما را مجبور بودم با 16 روز دیگه جنگ کردم انا ای خدمت برو اومدم ما 63 تا اوبشی حساب کردم 63 تا هم خدمتی که بیش نخدم میشناختم ولی کسایی که نمیشناختم به حساب و مردن ما چه خیلی نفرت پیدا نکنم ما در وطن نه در حکومت ها نفرت دارم نمیخواهم میگه که خیلی چیکار میکنیم و خیلی میگم یا چی گپ میگم خب بلد برم گرفتم پروسا به هیچی نمو زمینه که ما بلد خون دادیم ما سعاده دادیم جان عذاب کشیدیم پروسا گرفتن هم خیلی به هیچی با یک نرخ کپه گرفتن دولت کوساک زمینه که ما جنگ کردیم ما عذاب کشیدیم تو او را نمیدونی و چه گفتم گرفتن زمین ندادم میگه که خیلی که همه خیلی چیکار کنیم و خیلی چیکار کنیم و چیکار کنیم این تو بگو که چیکار کنیم خطایی که تو خطی رو تام کردی وقتش ده من نمیخوام او را بکنم نمی دقیق بدانم که بنام الله کسافه نمی لوبو جوانا پدر مادر بابا و کسایی که بدن در طور سرشان کلمو که از نصیحت هم میکنه خطای بزرگ هم کردگیان مجاکیشون دم میزدنشون ترس در درونشون جا کردن تا حاضر میگشون که یگان کار نکنه که نیتری میشه نامکاری میشه آخه یک کس میشه دو کس میشه ماکسیموم 100 کس میشه آخه بخیر 1000 کس میشه این پول خود اون مردک همون ریدگی خودش نه یک خلاصه در اسلام سلمان به کم کم میبره میگه امام علی ریدگی ریال ریدگی راستا ایو بامیدی چیه بامیدی همون که همه را تیار کرده بیاید هم خیلی نمی خیلی شواکو میگریزم میروم فهمیدی این پروسه هم خیلی крайний случай را جدا داره که یک کم طرق اگر یکون خیلی بشوه میگریزم میروم این فقط بامیدی همون تو حاضی را پردازت کردیسته بامیدی همون که یک چی میشوه میتونه که بگریزه بروه نه که ما نمیمونیم بعضی ها میگن که ای خدا جان شب بگیره بمرمونه نه الله جان چند در چند خدا عمرش درست کنه که سوک اولاد نام خیلی در نزد قانون در نزد مردم در همه دیسپلینی کردگی جواب بده برادر عزیز انشاءالله ناامید نیستیم اینجا چند نفرهای دیگه هستن اونا قبول بکنیم من راستیش خود طولانی کردنی نیستم برنامه ما شریف رمضان نمیخوام که کاری خوب نکردیم در رمضان نمیخوام که با یگان گناه بکنیم برای که
اینجا دا ممکنه که یگان کسمت روی تفریقه میدوزه با او با ما میخیزیم باز همین در کیف نوس بگیم میخیزیم با یک کس داشنام میکنیم چی در کرای به همین خاطر یه دو نفر دیگه هست امنا قبول میکنیم برادر عزیز تشکر زیاد در برنامه های دیگر وارد چه فکر نظراتون ما در یادم نداشت یک کار مزیون تو من همی از خرم بیرون شد تو من خیلی ترمزی نکنی من همی باور که چی دردایی که دارم برادر عزیز این نه تنها خودت همی خیلی همه مردم تاجیک همی خیلی درد دل داره میخوان که برای فکر نظرهاشون بگن که در حکومت جایی نیست که این مردم برای فکر نظرهاشون بگن من شخص بدم که طلب حق پاسپورت خدمت کردم نسبت من این حکومت دیله کرد شما جا نداره که مردم برون اعتراض بکنن نمیدونم جلبه بکنن یگان کار بکنن این چیزا شما نداره من رفتم پروکراتور گفت که برای پاسپورت همیتیا رفتم همون نچلنیک اوگالانی روزسک گفت که من همون پروکرورم فلان کردگیم ترم نمیتیمت پاسپورتا من پروستا چیزی که من میدونم وقتی پروکرور گپ میزنه کو ملیسا باید هم خیلی بلرزه این گفت که من پروکرور فلان کردگیم بعد دیگه گفتم بیا من خدا بتیا رفتم یک قفای دیگه کار شدم بعد رفتم دیگه کردم و بعد خستم اومدم این بدبختو همه کافیرن که این شویش مصلحت کردن نو یا پیش اینش بیاون کارت میافتم میره پیشش میگم من اوچه و فلان بکنم شما بدبختو چه خیلی ندوایت داشنام میکنه شما کار بتکنه این هم خلکی هم برادر عزیز به همین خاطر راست میگی برادر عزیز تشکر زیاد ان شاء الله یک چند نفر دیگه است قبول میکنیم ان شاء الله در برنامه‌های دیگه با صحبت میکنیم تمام اکرام مزومات تسیز میدونم اکرام ازور اما تمام مردم لایک نمونه پادشاه و کامنتاریو خوب بنویسین ان شاء الله که ان شاء الله اگه بودیم میشه الان نگهبان تماشا تو برنامه آینده اکرام خب 7+70 برادر عزیز سلام علیکم کامیرات میتونی که بکشی برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر و علیکم السلام برادر الما چی گفتنی این اموالی 33 سالشید در ملت تاجیک هم پورای هم کار برای ملت تاجیک برای سمیه خودش هم بینای هم شنوا نخود که شکرانه حکیم نخود کودک شد کودک 8 ماهش هم مونی و از شبای ترمک نی یا شنبار ترمک رو خود خطور مو تا اگر مسلمان باشی یا شنبار ترمک رو 10 سال داده یا شنبار 20 سالی بکی کوی ایشون نوردین جان کوی که ای حاجی میرزا کوی که ببرای گاب دانه یا حیوان ای کوی که جیدومنی تنک بولای ای با که مسلمان ای کوی مسلمان ای مو ببرای گاب دانه امی اجداده ما اگر ببرای گاب دانه به پگهش ببرای گاب دانه انقلاب سر می شود مسلمانی نام از تاجیکستان برادر الماس برادر عزیز به همه مسلمان تاجیکستان نشه ولی تاجیکستان میگن 90 چند درصد مسلمان داریم دروغ میگن این امور والله دروغه والله امور دروغه مردم تاجیک 90 چند درصد در تاجیکستان مسلمان نیست اگر ما اگر مسلمانی ولی چند بار رحمان رو چپا کرده بودیم ای بچه ما اگر مسلمان حقیقی میگیم کو ما اگر مسلمان حقیقی میشدیم زنکار بر ما تحقیر کرد خاکین رمضان بر ما تحقیر کرد خاکین اگر مسلمان حقیقی میشدیم باید نکیم ما رکو ایشان نوردین جان مبارا مسلمان نیست حاجی میرزا در مسلمان نیست همین نگذارده حاجی میرزا و کار خودشون در وقت چون کردن در وقت همون مردم همون حاجی میرزا هم قطعی همه ایشان نوردین من همین خفشه فهمیدم که همون انسان ها ما در برشون نبودیم در وقتش
با خدا قسم اگر همین مردم دبر امنو میشی این هاز دبرشون بخن قسم هوا خب هوا تاجیکستان رولی کشان. برادر عزیز همین ما مردم تاجیک همین خیلی نمیدونم یاد نفرت داریم اینو با وای مون نمیدونم نمیخوایم که یک از نصرت خدامت یا آبرو را خدامت یا من دیگه حیرون میشم که اگر ما در وقتش درباره حاجی میرزا درباره ایشان نوردین درباره دیگر عالمه های دین دربارشون نبودیم امروز اونها به این خوری نمیرسیدن. من این عقیده منه. من نمیدونم کسی چه خیلی فکر میکنه نه که ما دربارشون نبودیم با همین خاطر اونو را گرفتن یا خیلیشون داملا عبدالرحیمش و اپشت نهضتی بود در جنگ ای طرف و طرف زدگیه. امروز طرفدار رحمانوف برای که دید که نمیشه این سویگت نای رفت تمام این دنیا همینه ای چیزا فهمیدن در کره انا برای همین خاطر و آدم ها در وقت شما کس نبود اون مردکو گشتن سنیه که من دیگه چکار میکنم این مردم چومو باشه این مردم مرغ باشه و خیلی که برادر محمد اقبال میگه ولی مرغ میگن بعد میبروینه شما ملت هم مرغ گفته برادر عزیز مرغ نیستی چی مرغ لب میزنه میشینه مردک چه خیلی یگان کار بکنم 33 سالش یک آدم در دولت دموکراتی روی دموکراتی تو سیاش والله قسمه یک خیلیش دموکراتی بو نمیبره نمیدونه که دموکراتی چیه معنای دموکراتی چیه والله نمیدونه این همجا کوک نماره 700 آدم تماشا داره که من مردمه که همین مخالف و مبارز طرفدار رحمانوف همین دموکراتی در همین کامنت ها نویسه من خواهش میدم چی معنی داره همین دموکراتی همین برادر الماس همین مردم در مردم نمی در پروگرام ببرن گاب بیام توغریشیم نمیبرن در این برنامه با خدا خواستم نمیبرن این اومدی و خون و مسکو با چرغا ببرویا تمام نه این من تنها امید از مردمی روسیه دارم از مردمی که در قزاقستان اونا امید دارم آدمایی که در درین تاجیکستان والله قسم دیگه ایگان تاش امید ندارم بیای مردم یگان کار بکنیم چهره تو دمان مهم نیست کار میکنیم شما برای این رقمای تلفن در روی اکران برادر عزیز بیای میریم والله قسم شما فکر نکنه که ما نمیتونیم ما با همین بیل لپاتکا رحمانوف میگیریم ما نمیگیریم یگان سلاح والله قسم با تخم با پمیدور با بیل با کلبان با شاخه ما رحمانوف نابود میکنیم شما فکر نکنه که من یگان خواجه خارجی دارم و سلاح میگیرم و میزنیم نه مردمی وقتی میخواهیم باید همین تر بکنیم اگر کسی که سلاح میگیره و میدره بسم الله میگه بعد ای پرا را میکشه او سنش هنیک خواجه خارجیه با خوبی مردم میخزه رحمانوف مردم یک نفر یک اویله نخود 10 میلیون آدم یا صدا بلند کردن برای یک آدم بچه سوید نداری شما ما در دیگه دولت ها زندگی داریم اگر سوید ندارن نمیدونم سوید ندارن میخرن یگانجا برای مردم شما میتیم ما سوید خودمون استحصال میکنیم مردم خودمون نمیتیم برای چی؟ برای که رحمانوف داره میدزده میدونه که میدزده میروه تمام ولی تاجیکستان چند میلیارد قرض داره خیتای ای روسیه ای هر جا ولی رحمانوف میروه اونو بعد میان گریبانی من اتم میخپن که بیای قرض اکه بتی رحمانوف اینو میلاد گفته پل گرفتگی نگفته که من پل بتی و برای رحمانوف پل نمیتیم و برای همین میلاد پل میتیم قسم به الله برادر الماس در تاکسی سوارش نمید شنبه قرغان رفتم گفت که نمید دماغ رحمان گفت رفت ایکیتای نه من پل گرفت من فامیلا نون چعلش کرد او پلا گفت در خلق تقسیم شدگیان گفت این خیلی ای گفت بله
اونجا برادر عزیز کامنت های فکر نظرهاتون رو بنویسید در زیر نوارها. حاجی در وقت ایفیر من نمیتونم خونده برای که مردم تز می نویسن. من وای کامپیوتر دور موندگیه، من نمیبینم حرفا را خوب نمیبینم. و همین خاطر بعدی برنامه شما میتونید فکر نظرهاتون حتما بنویسید برادر عزیز. هر یک فکر نظر شما خوانده میشه و خواهش همینه که این طرف او طرف فرق نداره. دشنام قبول نیست، این روی حل نیست. یک کس میبره دشنام میکنه این طرف و او طرف، او آدما بلاک میشن اتوماتیک. در شبکه‌های اجتماعی همین آدم احمق هم میگن جوابش سکوت های، در شبکه‌های اجتماعی بلاک های. و همین خاطر کاری نکنین که بلاک بشین. من کسی بلاک میکنم دیگه هویش نمیکنم. کاری نکنین که در بلاک بغلطه. و همین خاطر برادر عزیز ما را دستگیری بکنین. دستگیری چیه؟ لایکاتون رو بمونین. کسانی که تازه وارد شده برادر عزیز در پرتل ما آبونه شوه. وقتی آبونه میشه همون کلکال شکشن بجقه که وقتی ما برنامه میکنیم با شما را اوویدیم لینی بیاید که همین درخش حق یا که درخشان تیوی برنامه داره که شما بفهمه که که من رنگ دیگه انسان ها تلگرام نمیدونم هزار جا در رکلام نمیکنم که بعد مردم بیان ما را تماشا بکنن. و همین خاطر یا یوتیوب یک فیسبوک های. و همین خاطر بخشش برادر عزیز کمی مالش اگر برادر الماس خدا بخدا کی چسبیده است. خدا نگهبانت. انشالله باز صحبت میکنیم. خب در امان خدا باشی. خدا نگهبان. چسبیده است خیلی برادر. مالش خود در امان خدا. خب برادران عزیز همین دو سه باشید بگن که من میچسبم. همین راست چه بگن که بنویسید التماس همین کامنت ها که همین من میچسبم واقعا هم یا که همین مردم میچسبن. اینترنت من که بهترین اینترنت ها، من نباید که اینترنت من بچسبه. خب برادران گرامی قدر، بازم در این ماه شریف رمضان همه تا دعوت به چی میکنم برادرای عزیز؟ ما ماهی رحمت های، ماهی مغفرت های. برادرای عزیز سبحان الله بگه، الحمدلله بگه، تسبیح بگین، دعا بکنین. خداوندان کریم باید خیلی دعای نکنین که خداوند اگر لایق هدایت باشه هدایتش که نه، خداوند سرز خارش بکره رحمان فر. این خیلی هدایتش که اگر بشوه نشوه نه، این هدایت نمیشه. این اگر میشید در 33 سال ولی بر وقت خاری قرآن یا کشید یا که اگان داملا شد. این خیلی مردم اینا گفتن. به همین خاطر سرز هم دعا بکنه خدایا خداوندان کریم همین رحمان فی مورا خار ذلیلش بکنی، خیلی جونش نگیری که با آسانی جونش بگیری و بروانه. خداوند هم تا خارش که این مردمی که مظلومه که در روسیه زیر شکنجه پلیس روس دیگر رو تحقیر میشوند، همین خیلی فرزنداش قطعی خودش همین خیلی تحقیر بشوند. اولادش خدایا خداوندان کریم ببینه. دعا بکنه برادرای عزیز. دعای ما سلاح ما. به همین خاطر برادرای عزیز ماهی بزرگای نمیخوام که برنامه طولانی بکنم. دعاگو باشه برادرای عزیز. بعد اینجا یک کس زنگ زده ایستاده است. خب یک دقیقه. خب الو. و علیکم السلام. مسعود خوبی سلامت شده؟ بله درست. در برنامه قرار داریم. بله
الان یا برادر برام نشد جمیزو شون دیجون گازه اگه هر کسی که کاربری خدمت کنه شما ندارید او هر نوع خدمت کردیم بازی منم همینم بگم که برادر عزیز همونجا من گفته استم که ما اگر در بری حاجی میرزا میبدیم یا که در بری ایشان نورالدین اونها به این روز نمیرسیدن. من این فکر نظری منه، کسی چه خیلی قبول میکنه من او را کار ندارم. من صدقه خاک پای عالمای تاجیکستان شوم. اون مردکا واقعا هم دیدن که نیست و همین خاطر بله بله ما اشار وعدتهم خود وعده زنگ زدم از داخل تاجیکستان ما خبر بچه‌ام که لوگوی برنامه مخالفه را میدونم تماشا میکنم. اولین کارم همیه که لایک موندن، کامنتر نوشتن و در کامنتر نوشتن که نمره واتساپ تا بنویس، نمره که نوشتی برام بده. یا دیگه میشه که وقتی که ایشان نوردین جان داماچتش غاغوش نبود و در اینترنت هست رئیس شهر وعده اشکان هاوس حرام خیلی دیگه بود آنها کدی رفت بود درآمده بود ماچی موقع سیفی هفت بوده و والان درآمده نوشش دمانچی تشتگیدیم 2 ساعت پستی اکنیم ساعت جا رازبار رفته گه نمی رازبار نیسته در یوتیوب ما ای پیش وجه دردیم که مسافری پدرم فقط ما ماچی دیگر می رفتیم و کریم اسماعیل ما کرسیم که داریم قدور نیستیم آخه برادر چی میدونند اوجه چی گذشته گه چی گپ گذشته گه اون مردک رو چیکو کردم نه که اون مردک کار شکر گفت که ما مارچید ما محکم میکنم لیکن نمیتونشی حرام خدا اینومی مرد ای مارچید ما بدرویان چیکارشو فرام بکنم اینا پجان صدا وعده مارچید کهلون طرف تنگه ده مارچید مردم با پروژیان کردن مارچید صبتن حرام خدا گرفتن که گبش کردن مارچیده آنجی برادر میشینه بیاب میزنم حاجی میرزا در نشد و جمیرزا میدهیم یا برادر دیگر در ملیسا کار میکنن اول خیلش نکار کن یا حاجی میرزا یا امر معروف کرده گفته که کسی که مقصد عرق میخواه شب نمو شبی که مست تو سهر کتی شیطان خواه میکنن پگشو زالارن چند قپس دیگر فیرودش میکنن همی حاجی میرزا رو کبینت شمو توار میدرورش میگه که تا میگه پا گفته میگه خیلی با این حدیث صحیح میگه حدیث اومده گه میکشه در طور سرش نمی تبورید که اکو استول با نمون استول در طور سرش میزنه اوضاع من میدونم بله بله فهمیده هستم با نمون استول نه در طور سر حجوم میزا میزنه ولی برادر میستگه میزنه آخی تلاوز این همی ایرسیال گرد زدیسی با فکرم لایک خدا جونی تماندگی نیستی ای ترسته لیکن که درونی او جبران که او جویا به ایمان ندارن خدا را نمیشناسن نعوذ بالله من با الله عدل بردگه میگم که ما در خوبه میکنم من نکنم قسم با الله میگم مدری تنم فرام کنم ایجا تدام آچته قسم میخوام این خیلی گپات مدنه هم ازگره میگم تکشتو با همه دی نه حاجی میرزا آزی بسته نه ایشون نوردین جان در بیستر بیماری خواه کسل میتونی در توی او آدم دارو کنشمو بله برای خدمت کرده برای فردم ملت توجید نستایش خدمت کرده شما در توی آدم دارو باشته اصاب بینه برای مردم ولایت ختلان به حد خدمت های زیاد کردگی ایشان نوردین حاجی میرزا باید نادیده نگیره مردم والله قسم ما در بری همین حاجی میرزا ایشان نوردین میبدیم اینا به این روش نمیزدن ما در بری آدمایی که میخواستن یگان کار بکنن نبدیم این نمیتونیم شیده در بری او آدما امروز او آدما بسیارترش در زندان بسیارترش دهناش از زماک زدگیان حرف زدن نمیتونن کسی که در آزادی در بیرون دعوت چون میکنه که برادرها بیا یک کار بکنیم متاسفانه قطعی گپ نمیزنن شما من زردک نبینی خیلی دونه خربزم نکنی من همی آبشی مردم گفته شدم من بله بله این
مردم ما فقط گپ زدن نم بالتا تمیتونه نه من تو توجیکسون گفته استم اگه اون چنان تاسم والله قسم مکشم اوخی بکشم گناهون کانتر میرم ام دنیا برای همین رحمان فکرشنم برای گپی حق بکشم مخواشم در اون چنان ترسم برادر عزیزم یک کاری که در همین رمضان به داشنام صحبت کنیم خوب میشه. گوش کنم در همون غریبی نرخ چاروغا مونده کدستی هم تو یخیلتونا نه که بود بیناموسا در همون شهر کلزردو میریم نامجده نمیدونم آخه نشها برای نام پلهیسا که در همون توجیکستان کارچ میکنیم پتنت 1000 پرپسک 15,000 پلی راه پلی لیبوس پلی این همین ده مختی سوکت در همون توجیکستان 15,000 سوی مینیم من کار میکنیم من کار کردستم نماندم بیوی این همیجا این نوروزی ده این کلو برنامه این برنامه این پیشنهاد بیای به خدا این من آمودم به خدا میخیزه میریم نوروزی ده پلیبو می رحمان روز نمیتونم به نوروزی ای وعدت 100 نفر ای شنبه 100 نفر ای دیگه جوش 100 نفره در ماشینا بشینه تماشا را بسند شنبه 100 نفره بود روی بچه میتینگو رسید تماشا کنیم مردم کشتن نمیتونن مردم پرونده نمیتونن نمون کست همه که خیست به افتمن بگه بگرو بره اقاودان تره بینه 600-700 اونم نپریمیر بینه در میدان کن اونمی 2 سر جنگ میکنن 3 سر دیگر ساعت سر جنگ میشه کن والله قسم امیدون کن همه طرف میخیزن بله پروس لکو ایگره کمه که گرمی دیسیما باید دیگرش تاک میمونی کن جرجه میکنه نمی کار داره که همین 20 کاز بخیزه توبشون اردان دیگه میخیزه پروس هم آدمی ما بود یک چیز دیگه خونی که دیگه که وقتی حاجی علیم خیسته بود حاجی علیم نام مامین خیسته بود اینو باید که بیام میخیستن نام مامین باید اینو میخیست نه که حاجی علیم تراریست گفتن این این حاضی اوزه شپش خوب دوستی هم بله اگر حاجی علیم تراریست میشین حاجی علیم تراریست میشین هیچ وقت کهوی وعدت نمیگه کهوی روید نمیگه نمیدم در درون نام شنبه جای زور بود در درون خونه و بجا میشید ایا و پرونده کشتا میگشت من در چیز حیرون میشم که برادر عزیز این کارهایی که حکومت میکنه این چیزا واقعا یک آدم خنده میورده. من رحمان و دکه نمیرم بکنم مردم تاجیک من در پیش قصر میلاد میرم میکنم رحمانوفا من احمقم که رحمانوف گخری میرم که من که برم رحمانوف بکنم که با بیان در اونجا منو بکشن من در پیش سامانی میرم میکنم رحمانوفا اینو کینو میکنن تنها برادر عزیز خدا نگهبان. تشکر زیاد که تماس برمده برادر عزیز. با خیلی خرسان شدیم که یک نفر ما را از تاجیکستان تماشا میکرد. انشاءالله برنامه آینده با استرات همکنون که بدرم. خدا نگهبان. سلام علیکم. خب برادرای عزیز نگاه بکنید که اینو سپکتاکل های حکومتن که مثال حاجی حلیم برو آوردن که علی بیدکی را دکه پراندن. بعد چند قد نواری علی بیدکی برو آمد که یک با قپی دیانش ما جویم گفته ما بچهای فلان جویم در تاریخ فلان میکنیم. این نوارها برو آمدن نه وقتی آدم زنده قپی دیه سوالش به شما حکومتی ها و چه شما باید سود میکرده اگر اکستریمیست تروریست میبودم علی بیدکی میبورده 30 سال ترمش میکرده تکذت میکرده که می آدم اکستریمیست تروریست میبورده 50 سالش میداده ما گپ نمیزدیم گپ هم نمیافتیم برای که جنایتکار بود برده چند سال ترمش کرده. آدم از ساق سلامت میقپن میبرن دکه میپروننش میگن تروریسته. تروریست که مردم شما خودتون قضاوت میکنی. تروریست همه آدمی که به سلاح هوای تروریست یا که همه آدمی که میره ترور میکنه میکشه او ای تروریست. اینا دارن لبای کار خچون میکنن در کلای میلاد میزنن در کلای مردم میزنن. به خدا میگم که ما
مردمی آدمکش تروریست اکستریمیست نیستیم. ما مردم اهل قلمیم، اهل شعر نویسنده ایم. ما شعر سرود ازوریم. خلاص اینا میان ما را عنوان میکنن امروز در همه دولت‌های اروپایی نمیدونم میبرن اکستریمیسم میگن، در روسیه اکستریمیست تروریست میگن، حزب را ممنوع کردگیان، گروه ها را ممنوع کردگیان. این برادرها اکستریمیست تروریست نیستن. اگر اینا اکستریمیست تروریست میبودن بعضیاش در تاجیکستان بودن، همونجا زنی رحمان فشو میدادن. نکی میگم که ما مردم تاجیک اکستریمیست نیستیم. اکستریمیست انمی رژیم خونخوری انمی رحمانوفه. من در چهره تاجیک ندیدم اکستریمیست تروریست یگان جنایتکار. هر کاری که میکنه انمی حکومت میکنه. به همین خاطر برادرای عزیز صحبت طولانی نمیکنم. بازم میگم که ماه شریف رمضان های به خدا نزدیک باشه برادرای عزیز. دعا بکنه که خداوند رحمان و هدایت کنه، نه سر از خارش بکنه. خداوند 1000 ساله بکنه بگه رحمان و خیلی که 1000 کنه میره هم 100 یا که 90 سالش بکنی بگو در عذاب. انا خیلی که دعا بکنه برادرای عزیز. این ماه ای که به پرده شما با خداوند صحبت میکنی، دعای شما قبول میشه برادرای عزیز. بسیار در ذکر خدا باشه برادرای عزیز. این برنامه‌های سیاسی و نمیدونم فرهنگی و این چیزا رو ما میتونیم که بعد رمضان هم طولانی بگیم 3 ساعت 5 ساعت بشینیم و صحبت بکنیم. نه که برای من یک ورق قرآن خواندن بهتر است که من در اینجا بشینم چند ساعت صحبت بکنم. برای من میخوام که او دنیا برای من آباد باشه. در این دنیا هیچی نکردم. به همین خاطر برادرای عزیز به خدا نزدیک باشه. دعوتتون میکنم که قرآن بخونی، کودکاتون تعلیم و تربیه بکنی، کاری بکنیم که همه کسا. خب اینجا با یک نفر دیگه زنگ زده است. خب خیلی قبول کنیم. الو. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر شما در برنامه اگر میخواست صحبت کردن همیشه صحبت کردن نباشه، من برنامه را خاتمه میدادم بعد صحبت میکردیم. راست شما اینجا حرفاتون فارسی نوشتگی با بیرق سیاه نباشه. نه برادر جان، ما راستی در برنامه در آمده نتونستم. من برای طریق واتساپ فرستم، واتساپ جان گفتم نه بیرق سیاه ایتری چیزا شما نمیدونم. من کنشتگی که صبر انشاءالله. طوریه. نه من فهمیدم که هم خیلی منم کمی میتونم فارسی خونده و پروست بسیاری آدمایی که همین فارسی دارن واتساپ و تلگرامشو بعد میدرن شما اسلامی میخوای یا دموکراتی. برای همین خاطر برادر عزیز فکر و نظر تا یک 2 دقیقه در بگو برادر عزیز، پسون خداحافظی میکنیم. برای که ماه بزرگای باید ما ذکر بسیارتر بکنیم، قرآن بخونیم. ما یک ماه باید پال به خدا ببخشیم. این ماهی بگیم که عبادت است. پراسته من چند خبرها را شنیدم دیگه نخواستم به طرف باشم و همین خاطر برنامه را گذاشتم. غیر صورت من چند سال اخیر در رمضان من صحبت هم نمی کردم. پراسته برادرتون آواز من خوبه. صدات خوبه. یک نفر دیگه زنگ زده بود. خب باز یه دقیقه بفرمو. همه ما پشتانه برادر جان. پروردگار اولش که الله نشنیست نمود کنه این حکومت ظالم ها. نیمش که ما همه مقصد در همه روسیه هستم برادر جان. مگازین در کار میکنم. انا یک کلازار در اومد. ما دکت توجیکی گاز داده ساختیم. اومد گفت چی با توجیکی گاز میزنی؟ تو در روسیه تو باید گفتی گاز زنی. کاشنا گفتم که تو چی حق داری؟ گفتم یه لیزید میکنی اگر که اینجا دموکرات یا بوشو. تو گفتم
روسای تاجیکستان میره گفتم در تاجیکستان گفتم که با تاجیکی گپ میزنم گفتم در همون جا میره گفتم روسی گپ میزنم یک ما یکم ناسیستی نمیکنیم تو سخیز قاسم رازبور که جان کرد ما همه ما چی گفتنیم تو ما همه که گفتنیم که ای برادرو ای بخیر بدین بریم ای که ای قبینوموس میشه الله لعنت کنه در این حکومت یک کانتر کلاتون از کور فرمونید در تمام و پیش قدر نداریم در حرام زدو و پیش قدر نداریم ما باید بریم وطن یکمون عبود کنیم تو که ما در جمع میشیم ما همه گپ در کارم کرد انشاءالله الله روز باشه ما همه با آخری ما هم خدا خواهد ما اوزی میرم کوری کدگی ما در روز دوام میتونم نه که ما همه دیگرها گفت برای دیگرها را ما همه گپ میگم که کانتر نوموس دبین بخیزیم برین بگیرین دفت کنین یا دولت عبود یا دولت استفاز کنین که ایقا به نوموس میشین ایقا در بدر میشین بس های اخی الله لعنت کنه اخی تری ظالم تری حیوان بشره را که اخی فقط فکر در اولاد خچای والدین خچای تمام اما زودو را فروغ دست کرد اوجه ننیمی زمینی تاجیکستان را فروغ دست کرد یک کسی فقط همه چوپلوس ده الله لعنت کنه شما را با چوپلوس ای بم برین توکای شما ای قبه نموس نشینه ما را پراس همی گفت همی روزت ما رفتی گفت نمیخواستم بدرم گفت جانم بدرم کنم همی گفت از فهمیدم اوجه بعد فهمیدم ناسیان دیگه که اصلا حیات چی بده حرامزاده را ما چه قدر داشتیم وقتی برای حرامی ها بابای ما مامای ما مردگه لیکن این وقتا اومده این نگاه که چیز میگم بله درسته برادر عزیز من اولی تا حال یگان نفر روسیه زنگ نزده نگفته که روسیه جای زورای یگان چی نگه یگان گپ نگه زیدی روسا ما را ایروز میسا تا حاضر استفاده کرده گیم خلاص برادر جان مردن همون آدم بهتی میگه که روسیه خوبه الله و که لعنت کنه چی روسیه خوب باشه گی او چتا خوردنی اومدی او فرگنی بله بام برینه توجیک میگه تو که تاجیکستان با پیش میگه بام برینه تاجیکستان با پیش میگه در روسیه گشتی من ناموس دامادم همین من انشالله اینا تمام اوپر ما اولیگ ما بگیرم هم میبرم برم همین روسیهش ما همین روسیهش بیزار موجه تمام همین گفت شنیدم لیکن دیگران ناموس دبیم بخیزیم بریم نقوی خیزیم بریم وطن اکتان عبود کنیم نقوی فکر در بدر انشاءالله برادرای عزیز دعاگو باشه مای بزرگای انشاءالله دعاگو باشه ما را خداوند نجات میده انشاءالله کار میکنیم که رحمان و سرنگون میکنیم همه الله همه مبارزه را انشاءالله پروردگار همه وقت نگهبان باشه فقط دعا میکنم پروردگار انشاءالله تستر همه حکومت ظالم دفع شود گفتنه که زنده باد محمد اقبال صدقی زنده باد کشان نورگیجان زنده باد سهراب اوزیلیان الله همه تکی گناه پروردگار همه وقت نگهبان باشه خب مالی بردادن الله نگهبانت انشاءالله خیر با همین جنگ خدا نگهبان برادر عزیز یگان گپ کنه جو باشم بخشش بزرگی الله نگهبان خدا نگهبانت برادر عزیز خب اینجا یک نفر 10 بارشید زنگ میزنه خب الو سلام علیکم و علیکم السلام سوزا کتینجی خوبی سلامتی سوزا الحمدلله درستیم برادر شریف رمضان مبارک شما تشکر نکی من در برنامه برادر عزیز شما یک چند بار زنگ زده من گفتم که برنامه خداحافظی میکردم اگر یگان گپی وای باشد ان شاءالله که پسان صحبت میکردیم نکی اگر یک دو دقیقه مالش اگر وای باشه مالش بو خیر پای دیگه با بچه‌ها بیشترن شما هم غم نکنید خدا نگهبان برادر عزیز خب یه پیری دیگه دو برامات میکنیم انشالله خب برادران گرامی قدر بازم دعوت من همین است که برادرای عزیز ماه بزرگ است
دعا بکنید، ذکر بکنید، قرآن بخونید، نماز بخونید برادرای عزیز. دعا بکنید که خداوندان کریم ای رحمان فا خار ذلیلش بگردونی که پراست جانش نگی. دعاگو باشه برادرای عزیز. دعای ما سلاح ما. به همین خاطر برادرای عزیز به طرف نباشه، دعاگو باشه، کار بکنیم تا وقتی که شما دعا میکنید برادرای عزیز بازم برای انقلاب کردن، برای شورش مردمی خیستن باید یک کار دیگر هم بکنیم برادرای عزیز. اینه که دعا میکنیم بازم یک کاری بکنیم که بخیزیم همه کسا اتفاق باشیم یک کار بکنیم. خب باقی به خدا میسپارم تا برنامه های آینده. خدا نگهبان برادرای عزیز. سلام علیکم.